باشین. لطف میکنید. خیلی خوشحال هستم امرایتان هم کلام میشم. یک گفتنی داشتم جنابی آور صاحب. اول خو خیلی دوستتان دارم، افتخار ماسین، افتخار ملت ماسین. ثانیاً دمی 35-36 سال زندگی کوشش کردیم زیاد حالت مدارا را با هموطنهای دیگر ما داشته باشیم. منتها زمانی که صحبتهای شما را شنیدیم یک حس عجیب نسبت ما صحبتهای شما را اقبجاندت میدانیم، درست میدانیم، چرا که از روی تاریخ صحبت میکنیم و کلش درست است. منتها یک حس عجیب نسبت به هموطنهای دیگه ما در وجود ما پیدا شد. یعنی او گذشت را که سابق مثال داشتیم در مقابل صحبتهایشان شاید دیگه امروز نداشته باشیم. امیر نمیگم شما خدای نخواستم مقصر باشیم، شما خطا میگید و این چیزی است که در وجود ما در امی حجره ما جای گرفته و حقیقتا میگیم ما اصلا امی چیزی را که نمیفهمیدیم امروز فهمیدیم، چیزی را که سالهای سال با دوستای ما خواستیم اونا را بگیم نه خیری را پیش نگیرین، مگه امروز با صحبتهای شما خودم هم همین را گرفتیم. منتها دیگه امیدوار هستم همیشه موفق باشین، دیگه پیروز باشین. لطف میکنید مرد عزیز، خداوند شما را خیر نصیب بکنه. واقعیت ها یک مقدار در داخل جغرافیا خیلی تکان دهنده است و می خاطر واقعیت ها را پنهان میکنن که من خودت در این قرن نفهمیم. مگر فهمیدیم برادر میشیم. میگه تا جدا هستیم انگشتار افگار ما، مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهد شکست. خیلی خوشحال شدم شنیدم شما را عزیز من.